بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. از سخنان ارزشمند همکار گرامی من مولانا عبدالحکیم استفاده کردیم، مخصوصا صحبتهای اخیری ایشان که اینجا بودیم در رابطه با شعبان. بسیار صحبت روز بود و برای وقت نیاز شعبان هم به هر حال فرار رسیده است و این توصیه را همه ما در نظر بگیریم که رمضان استقبال کنیم، اما با توبه و با آمادگی و خصوصا صوم شعبان که آمادگی هست برای ماه مبارک رمضان، و اگر فرصت باقی باشه جملات را خدمت شما آخر عرض کنم. یه چیزی که الله تعالی تاکید داره در این کتاب زیبا، آخرین کتاب آسمانی، کتاب جامع و کامل که خلاصه همه کتاب‌های آسمانی هست و مهم هست. تعلیم قرآن عظیم و شان حیاتیان. الله تعالی این مطلب را خیلی مهم دیده و که حرف و عمل با هم تفاوت داشته باشند. انسان حرف را بزنه، ادعای بکنه و عمل کردش برخلاف اون حرف باشد و این چیزی که مایه ناراضگی خدا هست، مایه مقت خدا. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. نزد الله تعالی سخت مایه ناراضگی است. الله شدیداً ناراض میشه و مایه غضب الله تعالی می شود که انسان حرف را بزنه و عمل نکنه. حرف را انسان بزند که میتواند عمل بکند، حرف را میزند که پشتوانه حرف عمل باشه، عملگرا باشه. الله تعالی عملگرایی را دوست دارد. سخنان تو خالی که پشتوانه عملی ندارن و انسان حرف میزنه، ادعا میکنه و خبری از عمل نیست، این نزد الله تعالی مایه ناراضگی شدید خدا است و مایه غضب الله تعالی قرار میگیره که شما چرا حرف میزنید، عمل نمی کنید. در صدر اسلام بودن کسانی که اکثریت مال اونها بود، مخلصینی که حرف میزدن، عمل میکردن و تازه عمل اونها از حرف اونها جلوتر بود. مرد عمل بودن، عملگرا بودن و اینها صحابه کرام رضوان الله تعالی مجموع بودن. اما یک جمعی هم بودن در شهر مدینه که حرف میزدن و هیچ خبری از عمل نبود، ادعای اونها خیلی بالا بود و قسم هم میخوردن اما هیچ عملی نداشتن و اینها منافقین بودن. اونهایی که بظاهر مسلمان بودن، در زبان مسلمان بودن، در قلب مسلمان نبودن، دین نپذیرفتن
آن حضرت رسالت آن حضرت را قبول نکردن، ایمان نداشتن به قرآن عظیم الشان، به دین اسلام، به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. اینها برای ای که خود را بپوشند در جمع و کسی متوجه نشود حرفای بزرگ میزدند، اما در میدان عمل صفر بودند. و الله تعالی ای تا قیامت این آیات برای یک زمانی نیست و به موردهای خاص این آیات نیست. آیات این تعلیم تا قیامت الله تعالی می فرماید که اون چیزی را که شما عمل نمی کنید، انجام ندید، چرا بگید، چرا ادعا کنید، چرا حرف بزنید؟ و الله تعالی دوست داره آنهایی را که حرف میزنن عمل میکنن، بدون ادعا و حرف زدن عمل میکنن. الله عمل میخواهد، ولی حرف نه حرف خالی، بله حرفی که پشتوان عملی داشته باشه خوب هست، ولی اگر حرف خالی باشه مایه این حرد. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. الله می فرماید شما دیگران به کار نیک امر می کنید، به کار خوب وادار می کنید، دیگران دعوت به نیکی میدید و خودتون چرا فراموش می کنید؟ چرا خودتون عمل نمی کنید؟ اگر شما دیگران میگید نماز، باید خودتون نماز بخونید، روزه خودتون روزه بگیرید، زکات خودتون زکات بدید، عدالت باید خودتون عدالت کنید، انصاف خودتون انصاف کنید. اما اینطور نباشه که شما دیگران را دعوت به خیر بدید، دعوت به خوبی بدید، خودتون انجام ندید. نه، این الله اینما سرزنش داده. لما تقولون ما لا تفعلون، جایز فرموده که تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب. شما کتاب تلاوت میکنید و در کتاب بهرحال این زشتی که انسان عمل نکنه، عمل نکردن گفتن، بهرحال این وجدان انسان داره، وجدان باید ملامت بکنه که من وقت دیگرانم میگویم چرا خودم عمل نکنم. افلا تعقلون. الله می فرماید روش شما برخلاف عقله، شما عاقلید، منطق دارید. اگر عقل هست و منطق است باید شما خودتون عمل بکنید. وقتی شما به کار خیر دیگران دعوت میدید خودتون عمل کنید، و اگر عمل نکنید خلاف عقل، خلاف منطق. آدم عاقل این کارا نمی کنه، آدم هوشیار این کارا نمی کنه، میگوید و خودش عمل میکنه. و ادعاهای خالی، چیزی که الله تعالی او را میفرماید در خالی باشه و لاف بزنید، ادعا کنید و عمل نکنید، اونجا میفرماید ناراضگی شدید الله. والله میفرماید در آیه دیگه که وقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. یک جا میفرماید وقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. خدا و رسول عمل شما را میبینند، مؤمنین میبینند. شما عمل کنید، هم خدا شاهد بر عمل شما و هم حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در حیات خود دیدن و فرمودن که من روز قیامت همون حرف میزنم، همون سخن منی که حضرت عیسی میفرمودن. حضرت عیسی بن مریم وقتی الله تعالی میفرمایند که شما مردم گفتید که شما را و مادرتون عبادت کنند بغیر از خدا،
حضرت عیسی علیه السلام می فرمایند که پروردگارا آنچه که شما دستور دادید من به اینها امر کردم، من به اینها گفتم ما قلت لهم الا ما امرتنی به، آنچه که شما گفتید دستور دادید الله من به این مردم گفتم، به مسیحا گفتم، به ملت گفتم، به یهودیها گفتم. و تا زمانی که من زنده بودم من شاهد بودم بر اعمالشون، ولی وقتی که من وفات دادی یا الله من نمیدانم که پشت سر من چه کار کردم. اولیاء الله انبیاء علیهم السلام و مقربان معلوم میشه که بعد از وفات از اعمال ملت و مردم اطلاع ندارن. این قرآن نص قرآنه که چه عمل میکنن. فرمود آن حضرت که من همین میگویم روزه که من از اعمال امتم خبر ندارم. و وقتی که آن حضرت گروهی را به جهنم میبرند از امت آن حضرت به سمت جهنم و آن حضرت میفرمایند که اینها مال منند، اینها اصحاب منند. و اونها میفرمایند که شما نمیدانید که بعد از شما اینا چه عمل کردن. اشاره شاید به اونهایی باشد که بعد از آن حضرت تعداد مرتد شدند و که بعد این واقع تلخ ردت را صحابه مقابله کردند و به هر حال برگشتند و شاید بعضی همانطور ماندند. اینا کسانی که تازه مسلمان شدند، هنوز اسلام توی دلشون نشسته بود، با وفات آن حضرت خیال کردند که دیگه اسلام تمام شد. و امت آن حضرت که بعد آن حضرت چکار کردند اینها را الله میداند. و لحظا مردم هم هستند، مردم میبینه عمل کرده من شما را. الله تعالی عمل کرده من شما را میبینه و اگر چیزی را از اعمال ما الله تعالی به حضرت رسول اطلاع میده که همانطوری که در بعض روایت ها مفاد این روایت ها از گرچه روایت ها در اون حد به صحت نرسیدند و در این روایت ها کلام و صحبت هست، ولی به هر حال هرچی که الله اطلاع بده اونها را 100% از رسول صلی الله علیه وسلم بندگان صالح میدانند. لازم خدا میبینه. هرمان حضرت در حیات خود دیدن عمل کرده صحابه را، مؤمنین را، و مؤمنین هم دیده و تا قیامت مؤمنین میبینن که ما چه عمل میکنیم. مؤمنین هر زمان میبینن، مؤمن زمان خودمون میبینن ما چه عمل میکنن. مردم قضاوت میکنن، الله قضاوت میکنه، الله میبینه. جایی میفرمایم فلا تزکوا انفسکم، شما خودتون تزکیه نکنید، خودتون پاک قرار ندید. و اعلم بمن اتقا، الله بهتر میدانه چه کسی پاکه، الله میدانه چه کسی پاک هست. گاهی بعضی خیال میکنن که انسانای صالحان خود را صالح میدونن، خود را متقیت میگن به زبان، پرهیزگار. بعضی میگه شما نمیدانید ما را، شما نمیدانید من چه کسی هستم. الله میگه این غلطه، این حرف باطل و مردوده. خدا شما رو میدانه. شما این خود ستاییه، تعریف خود، گمانه، خوشبین شدن نسبت به خود اشتباهه. بدبین بشید از خودتون خودتون متهم بکنید. اگر من آدم خوبی بودم فلان میکردم ما ضعیفی. هیچ کسی خودش رو تزکیه نکنه. چرا که شما نمیدانی که نزد خدا شما چه جایگاهی دارید. از خود بدبین باشید، از خود عمل کرد خود ناراض باشید، از نفستون گلایه داشته باشید. و
بتونه بهتر عمل بکنه. انسان که از خود راضی باشه کامل میگه من خوبم، من مشکل هیچی ندارم. لما مشکل داری، باید خود را اصلاح کنیم، باید از خودمون بدبین باشیم، باید بشتابیم به سوی تقوا، به سوی خوف خدا، ترس خدا، به سوی پرهیزگاری، به سوی اصلاحمون، اصلاح خودمون، اصلاح جامعه. و اینطور نباشه که به اصلاح جامعه تلاش کنیم و از خود غافل باشیم که من اصلاح عمل. اینطوری فکر باطله. من خوبم، نه، همه ما نیاز داریم، همه ما محتاجیم، همه ما گناهگاریم، همه ما در خطریم که نفس ما را فریب بده، شیطان ما را فریب بده. و من هیچ کسی از ما نمیداند که اعمالش نزد الله تعالی چگونه مردود مقبوله. نمیدانیم که از مقبولینیم یا از مردودینیم. این سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه که روز عید مردم آمدن به تبریک او داشت گریه میکرد و همین که گفت که تبریک برای کسی که مقبول واقع شده عملش نزد الله تعالی و از مقبولین درگاه خدای. و گفت من نمیدانم که عمل ما قبول شده یا نشده است. اینها بندگان مخلصان، اینها بندگان عارف بالله شناخت دارند و رضامندی الله در همینی که از خودمون بدبین باشیم و نباید حرف بزنیم که حکایت از خود ستایی باشه، خوشبین بودن نسبت به خود و عمل کرد خودمون خودبین و خوشبین باشیم، چرا که معلوم نیست که عملی که به بارگاه الله تعالی قبول شده. و اونایی که به الله نزدیکترن، بیشتر خداشناسی دارن، بیشتر سرگردانن، بیشتر حیرانن و اونا از همه بیشتر تواضع میکنن، بیشتر فروتنی میکنن، بیشتر الله میترسن و لحاظا گریهشون بیشتره، زاریهشون بیشتره. و کسی که الله را میشناسه خودش را میشناسه. من عرف ربه عرف نفسه. وقتی که الله را بشناسه انسان نفس میشناسه که نفس ما چیزی نیست. ولی وقتی که کسی خودش را میشناسه و خودشناسی نداره خودش را بزرگ میدانه. وقتی که کسی بزرگی الله را میشناسه میدانه که کوچکه، همه در مقابل خدا همه کوچکن، بزرگ تنها الله رب العزته. الله عظیمه، الله بزرگه، الله همه چیز میدانه و ما خیلی چیزا از خودمون نمیدانیم. ولهذا مهمه عزیزان من که عمل ما بشتابه به نجات ما، عمل ما از گفتار ما جلو باشه، عملگرا باشیم، عمل بکنیم، به جای شعار دادن عمل بکنیم، عمل انجام بدیم. بدترین شعار همونه که آدم شعار بده و عمل نکنه، بگن حرف بزنه و عمل نکنه. مخصوصا انتظار الله تعالی از علما و از مسئولان، کسانی که الله به اونها موقعیت داده و اونها را آزمایش کرده با پست و با موقعیت و با مقام، اونها را آزمایش کرده. علما که الله تعالی به اونها علم داده، معتمدین، ریش سفیدان، کسانی که الله به اونها عزت داده، الله انتظار از اونها خیلی بیشتر داره که حرف راست بزنن، دروغ نگن.
خلاف نگویند. بدترین انسان نزد الله تعالی اون مسئول حاکمی که دروغ بگه، او عالم که دروغ بگه نزد الله و عالم بسیار بگه نزد الله تعالی. و تو عالمی و تو چرا دروغ بگی؟ تو را الله نعمت علم داده، نعمت دانش داده، تو را الله مقام داده، درجه داده. این همین شکر نعمت الله تعالی که حرف بزنی عمل نکنی دروغ بگی و این چیزی که ناراضگی الله تعالی را تشدید میکنه، شدید میگردانه. ولهذا حرف باید عمل ما بیشتر از حرف ما باشه. چیزی که الله را خوشنود میکنه همین است. ما اگر حرفی زدیم سعی کنیم که 2 برابر اون حرف عمل انجام بدیم و عمل ما سبقت کنه. و اگر عمل ما سبقت نکنه برای نجات ما، حرف ما را نجات نمیده، نسب ما را نجات نمیده، مقام ما را نجات نمیده. نجات در صداقت هست، نجات در یک رنگیه، نجات در عمله. بسیاری خیال میکنند که بزرگزادان، آقازادان، عالمزادان و سیدان از خاندان انبیاء و از خاندان بزرگان این اونها را نه هیچ نجات نمیده اگر عمل نباشه. بله اگر عمل باشه خب به هر حال نسب هم اثرش را داره، نجات هم داره، ولی نجات هیچ نفع نداره روز قیامت. پیامبر زادگی هیچ نفع نداره اگر ایمان نباشه. و پسر حضرت نور الله تعالی وقتی گفت که الله این فرزند من است و این در غرق میشه توی آب و شما وعده کردید یا الله که اهل من نجات میدید. الله تعالی سخت خطاب کرد حضرت نور، تون خطاب کرد یا نوح انی اعظک ان تکون من الجاهلین. ای نوح من تو را نصیحت میکنم که از جاهلان نباش. این پیامبر اولوالعزم حضرت نوح، الله پر پیامبر میگه که تو از جاهلان نباش. و این فرزند شما نیست. انه عمل غیر صالح، آیه انسان ناصالح، فرزند ناصالح، پدر صالح نمیتونه باشه. پدر وقت صالح، فرزند ناصالح فرزند شما نیست. این قرآن میگه، الله تعالی میگه فرزندان شما اونن که در راه شما باشن، در راه الله باشن، عملشون صالح باشه. والله فرمود این فرزند شما نیست. شما صالح ناصالح چگونه فرزند صالح میشه؟ مگر پسر امونی که از قمر انسان پیدا بشه؟ نه، او فرد که هم پیدا بشه از پشت انسان و بعد مسیری او را داشته باشه، راهی او را ببره. و ایلی فرزند و حال بینهم الموج فکان من المغرقین. فرزند حضرت نور الله غرق کرده و حضرت نور از الله تعالی عذرخواهی کرد، معذرت خواست که الله منو ببخش و اگر شما منو نیاموزی و نقصان میکنم یا الله. و بلا فاصله این لغزشی بود که زده من و گفتن که انبیاء لغزش میخورند و لغزش خورد اینجا حضرت نور، معذرت خواهی کرد و الله را بخشید. لغزش هیچ انسان من گفتم که لغزش استثنا نیست توی دنیا. همون
لغزش میکنن. وقتی که انبیا لغزش میکنن، انبیایی مثل نوح و پیامبران مثل حضرت رسول، عبس و تولی ان جاءه الاعمى وما يدرك لعله يزدك. اللہ مورد عتاب قرار دادا حضرت کہ نابینا قیامت چرا شما این نابینا را چهره تو روی ترش کرده. چه بزرگان مکه در مجلسیان حضرت بود. حضرت این نابینا نمیدید که اینجا کیه، او از اونجا قیامت سوال مطرح کرد و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اللہی چهره آن حضرت ترش شد که ای خودمانیه، مومن صالح. حالا اجازه بده تا من با این سران مکه صحبت میکنم، جلسه را قطع نکنه، صحبت از رشته صحبت قطع نکنه و این حالا سوال بکنه بعد میتونه سوال بکنه. چهره مبارکه حضرت ترش شد و آیه نازل شد که شما چهره تونه چرا ترش کردید. وقتی که عبدالله بن مکتوم آن حضرت میدید اکرام میکرد، بلند میشد جلوش و گفت این کسی است که الله منو مورد عتاب قرار داد در رابطه با الله. میگه که شما میگید این رئیسی شرع فلانه، برای الله هیچ کچه فرق نمیکنه. الله نگاه میکنه تقوا را همه بنده خدا، پرهیزگاری را این بنده مومن، این بنده صالح. شما نباید چهره تو روی ترش میکردید. زلات الانبیاء همین عزیزان من که گاهی یک چیزی برخلاف حکمت انجام میگیره و انبیاء استغفار میکنن. الله هم میامرزه. بشر همیشه این لغزش داره و لحاظا عزیزان من حیاتی و مهمه که صداقت باشه، راستگویی باشه، حرف را که زدیم عملی بکنیم، وعده را که زدیم عمل بکنیم. اگر نمیتونیم عمل بکنیم چرا وعده بدیم؟ اگر نمیتونیم عمل بکنیم چرا حرف بزنیم؟ توقع ایجاد کنیم، برای مردم انتظار ایجاد میشه. وقتی بنده حرف را بزنم وعده بدم شما متوقع میشید و اگر من خلاف او را انجام بدم این نزد الله تعالی سخت مایه ناراضگی است. و ایام پیروزی انقلاب بودن و او زمان ملت با دیگر شور که آمدن توی صحنه بسیار با علاقه گفتم فردا که بهار آید شعر می سروده می خواندم فردا که بهار آید آزاد و رها هستی و مردم یک افق روشنی می دیدن روی وعده ها، روی حرف های اول، بعد دیگه روحیه، بعد دیگه علاقه، بعد دیگه عشق. و کاش که همون هایی که اول این حرفها گفته شده بود اینها از اینها حراست می شد، از اینها فاسداری می شد. و امروز مردم خیلی پریشانه، خیلی سر جامعه فشاره، رانت و رانتبازی، فساد خیلی گسترده شده است، ریشه زده توی همه جا الا ماشاءالله جای باقی بمانه، ولی بسیار گسترده شده است، بسیار وسیع شده. فقر و فلاکت و مهاجرت و فرار از کشور به خاطر اینکه بسیاری نمیتونه زندگی بکنن، حالا تخصص دارن، حالا توانایی دارن، حالا جای دیگه میتونه کار بکنن، دست و پای دارن، فرار میکنن. و بسیاری که دست و پا را ندارن، توانایی را ندارن.
گوشت کشور زیاد شده است و خیلی خطری بزرگی است و اعتیاد خیلی گسترش پیدا کرده، چون که بسیاری که خود را ناکام در زندگی میبینند رو به اعتیاد میآورند و اعتیاد خیلی بدبختی بزرگی است، خیلی تباهی عظیم برای جامعه. و تو روستاها خصوصا توی حاشیه‌های شهر خیلی شرایط سختی برای مردم ایران است. این شرایط بسیار سختی است و الله تعالی دعا کنیم که خیر بیاره و الله تعالی مشکلات ها را حل بکنه و این نگرانی ها را الله تعالی سر جامعه ایرانی برداره. و بسیار گفته شده سر این منبر هم که خیرخواهی و دلسوزی هست و دیگه اهداف اینجا دنبال نمیشه. گفته شده از چیزی که توی ذهن ضعیف ما آمده و فکر ضعیف ما آمده است، گفتیم که به هر حال رای حلش چیه و خیلی ها دیگر کسانی که توی کشورم بیرون از کشورم خیرخواهان این حرف را زدن، ولی متاسفانه روی این مسئله فکر نشده هنوز و تغییرات صورت نگرفته و لحظه این مشکلات کما فی السابق باقیان. قدم های در جهت حل مشکلات مردم که با تغییر سیاست انجام بگیره، با تغییر برنامه های گذشته قابل امکان هست، ممکن هست، متاسفانه به او توجه نشده. امر کما فی السابق هست و یک چیزی که همیشه ما را نگران کرده اینه که از برنامه هایی که از اول زمان انقلاب و به هر حال استقرار نظام جمهوری اسلامی بسیاری برنامه به همون صورت ادامه دارن، در حالی که بسیاری از این مسائل که جواب ندادن. وقتی چیزی جواب نده در تمام دنیا فکر میکنن برای تغییری او را تغییر بدن، او را عوض کنن، مسیر تغییر بدن، راه را تغییر بدن، قانون عوض کنن و متاسفانه اینجا خواسته شده، خواسته بوده، تقاضا بوده، ولی این تقاضاها به نتیجه نرسیده. ما امیدواریم که الله تعالی همه را توفیق بده که فکر کنند و سیاست ها را به نفع اسلام، به نفع دین، سیاست ها را به نفع کشور، سیاست های را به نفع ملت و مردم تغییر بدن. تکبیر! و چیزی را که بنده به هر حال مهم میبینم، خیلی حیاتی و مهم میبینم، ملت هست و مردم و رضایت مردم. موفق ترین دولت و حاکم و نظام اونه که رضایت مردمش را داشته باشه، مردمی باشه و رضایت الله تعالی با رضایت مردمه. خوشنودی الله با خوشنودی مردم هست. حاکم من مردمی اونه که رضایت مردم داشته باشه، نظام هم مردمی اون نظام و حاکمیت هست که در کنار مردم باشه و رضایت مردم داشته باشه و خوشنودی مردم. بهترین حاکمونه که ملت نسبت به اولای خیر کنه و اون نسبت به ملت دعای خیر کنه، ملت برای او دعای خیر کند و برای ملت و
و الله تعالی توفیق عمل نصیب بکنه همه ما را، علماء ما را. الله تعالی اندیشمندان ما را توفیق بده که واقعیت ها را بیان بکنه و حقا نفروشند. و چیزی که واقعیت هست به نفع و به خیر جامعه، به نفع همه مردم ایران، وظیفه همه علما هست هر کسی به اندازه خودش که واقعیت ها را به یک تعبیر و زبان بیان بکنه. علما در طول تاریخ همین بوده وظیفهشون که بیان کرده حق بیان بشه، واقعیت ها گفته بشه. سکوت اگر بشه از بیان کردن حقایق و واقعیت ها، این مشکل بزرگی داره و فساد بزرگ پشت سر این هست. واقعیت ها بیان بشن و رو در واسطه هیچ کسی گیر نکنه، واقعیت ها گفته بشن. الله دوست داره انسان که حق دل سوزانه بگه. بعضی حق خودش تلخی. حضرت مولانا علامه عبدالعزیز رحمه الله مولانا می فرمودن که حق تلخه و نباید این تلخی را به تلخی بیان کنید، حق شیرین کنید و به نحو بیان بکنید که طرف بتونه این هضم بکنه. و ما هم خیر خواهی دادگاهی این جمعه خونین برگزار شده و ما امیدواریم که قضات بی‌طرفانه و قضاوت کنم. انتظار ملت از قضات همینه که قاضی یک حرف هیچ کسی را قبول نکنه جز حق، بی‌طرفانه، منصفانه. و خواسته ملتی که از خواسته ملت همینه که قاضی های در ایران، قضات و دستگاه قضایی بی‌طرف باشه، به هر کسی بی‌طرفانه قضاوت کنه، برای خدا قضاوت باشه، تحت فشار هیچ اداره و ارگان نرود و بلکه آنچه که دید خودشه. حرفی هیچ ارگانی نمیتونه وحی منزل من السما باشه، وحی باشه. ارگانا اشتباه میکنن، شخصیت ها دچار اشتباه میشن، ماها اشتباه میکنه، بار اشتباه میشن. ولهذا اگر قاضی به حرف یک نهادی بکنه، یک ارگانی بکنه، یک شخصیتی بکنه، چه بسا که یک قاضی هم اشتباه بکنه و همه آخرتشون از دست میره. قاضی که بی‌طرفانه قضاوت نکنه آخرت نداره، آخرت تمام شده. قاضی باید بی‌طرفانه باشه. از تلی و اقضاهم ولی، اینجا توی خطبه های جمعه خوانده میشه که قاضی ترین انسان در جامع عروض حضرت علی بود و حضرت علی فرموده که قضاوت از خود آن حضرت یاد گرفت و آن حضرت به من توصیه کرده که علی هیچ وقت یک طرف قضاوت نکن، حرف دو طرف گوش کن بعد قضاوت. و حضرت علی را ببینی که چه قضاوتی داشت. حتی قضاوت برای رسول الله نه، قضاوت مال الله است، قضاوت مال حاکم نیست. نباید یک ذره قاضی جانب حاکم بگیره، جانب اولی الامر بگیره، جانب الله را بگیره و جانب حق بگیره. و این توصیه ما هست که قضاوت به حق بشه و تمام کسانی که اینجا مرتکب این جنایت شده از هر نهاد و ارگانی، چون بالاخره مردم حرفایی را میشنوند که بعضی ارگان ها را بیرون کرده دولا، بعضی بالاخره در این محاکمه شرکت دارند و همه نیستند و انتظار اینه که همه کسانی که اینجا مرتکب جنایت شدن محاکمه بشن. این هم انتظار جامعه است و هم انتظار اولیاء دمه که صاحبان حقان، مجروحین
و هرچه که حکم الله باشه. قضاوت مانند قضاوت حضرت علی انجام بگیره، انتظار عدالت را دارن، عدالت حضرت علی را دارن مردم. حالا به بعضی رفتن رضایت گرفتن و دیگه دادن و حقیقت دیگه امروز 1 میلیارد یا 900 میلیون تومان دیگه نیست. برای یک پایی که شکسته یا دستی که شکسته 200 میلیون و 200 خورده پولی نیست امروز. و حداقل اگر اینها ما اون زمانه گفتیم که اگر کسی خودش رضایت بده، من این سر منبر گفتم ما حرفی نداریم، ولی مردم اینجا همه گفتن که ما قصاص میخواهیم. اگر کسی را رفتن به عناوین مختلف و از دربای مختلف وارد شدن، ولی چیزی که به عنوان دیه دادن منصفانه نیست. 1 میلیارد 900 میلیون تومان یا برای هیچ کسی امروز نمیپذیره توی جامعه ما. این دیگه قتل خطا. حالا دادگستری یک چیزی داره در رابطه با قتل خطا. قتل خطا همین تصادفات هم بیشتر، نه قتل عمد. اینا عمدن و با گلولک کشته شده. ولهذا 1 میلیون تومان برای خیلی چیز ناچیز، خیلی درد بخور نیست. شما حداقل 100 تا شتر دیگه و این دیگه منسوسه تو نص آمده. 100 تا شتر 1000 مسکال طلاه و شما 100 تا شتر میدادید. حالا که رضایت گرفتید، شما دولت بودید، شما فقیر نیستید، شما جیبتون پر از پوله، بینه دلار بودید. حالا اگر دلار به جای تومان اگر دلار نداده دلار شطور بدید چه کم میشه؟ اگر به جای 6 میلیارد بدید بین 7 میلیارد. حالا این تو مسائل اینجا قومی محلی پیش می آید که دیگه حالا دیگه قبول 1 میلیارد و 2 میلیارد مردم قبول نمی کنن. و شما باید که میدادی سخاوتمندانه گفتن نمیدانی 400 متر زمین میدن و نمیدن ساختمان میبندن، این وعده متحقق شد یا نه؟ حرف بود. حالا دقل میدادید زمینی میدادن برای اینها و میبستن برای اینها که یتیم ها بالاخره جایی داشته باشن. ها اینجا اکثر که مردم میآیند، بیشتر مردم فقران که میآیند و او اکثران که اینجا کشته شدن تو سرمایه‌دار هم ممکنه باشه، ولی تکتو که همه آدمان بی‌مزاحت جانماز به شانهشون بوده. و ما امیدواریم که مسائل که الله تعالی راضی میشه در نظر بگیر. ما بسیار خوشحالیم که امروز جناب مولانا عبدالمجید حفظه الله در بیان ما هست و الحمدلله آزاد شدن و مولانا تشریف آوردن. قبلا توی مراسم روز شنبه گفته شد که مولانا آزاد شدن و در جمع ما هستم. ما خوشحالیم و الله تعالی همه زندانی ها را آزاد کنه، اونایی که نیستند و تو زندان هند و مخصوصا زندان های سیاسی و زندانی ها همیشه درخواست دعا دارن. دعا کنید الله تعالی همه زندانی ها را به خیر و عافیت بیاره، آزاد بشن. علمای زندانی، زنان زندانی، دادگاه دانشگاهیان زندانی، سیاسیون الله تعالی به خیر آزاد کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و علیه